توجیکونا میپوشیم. این عکس 6 ساله است که از جانب کمیته کارگزاران و عالی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان به خاطر ترغیب و تشویق لباسهای ملی، عرف و عادت و محبوبیت نقاشی و دوخت لباسهای زنانه تاجیکی در مملکت راه اندازی گردیده است. این اقدام خصوصیت عنعنوی گرفته همساله در ایام فصل زیبای سال بهار گلبسر گذرانیده می شود. هدف معرفی لباس ملی، دور ساختن مفکوره جوانان نوآگاه از خرافات و بیگانه پرستی و امثال این می باشد. عکس توجیکونا میپوشیم امسال نیز با شکوه برگزار گردیده ایستاده است و دوره به دوره با جلب زنان و بانوان تمام ساختارهای دولتی و جمعیتی گذرانیده می شود. این نوبت اشتراکداران عکس توجیکونا میپوشیم را بانوان وزارت‌های مالیه، کارهای خارجی، مهنت و مهاجرت و شرکت برق تاجیک تشکیل دادند. لباس ملی یکی از رکن‌های فرهنگ ملت به شمار رفته یادگاری از گذشتگان است. تاریخ گواه است که در همه دور و زمان پاسدار آیین و عنعنه‌های مقدس ملت بود. وقتی که سخن از لباس ملی می رود، حتما پیش نظر سیمای زنان با سر و لباس خاصه زیبا پیش نظر می آید. این است که وقتهای آخر سیاست دولت جهت پیشگیری بیگانه پرستی، تقلید به لباسهای خاص ملت‌های دیگر و ترغیب و تشویق لباس ملی تاجیکان تقویت می‌یابد که آن زیر توجه دائمی اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان قرار دارد. باید گفت که یکی از نشان دهنده های اساسی فرهنگ تمدن ملت های دنیا لباس ملی تاجیکانه می باشد که امروزها در سراسر جمهوری رویدادی تاجیکانه می پوشیم برگزار گردیده ایستاده است. طبیعی است که عکس تاجیکانه می پوشیم در خیابان راهرو و باغ و گلگشت های استراحتی گذرانیده می شود. این نوبت تدبیر مذکور در باغ فرهنگی و فراغتی کل جوانان پایتخت گذرانیده شد. اشتراکداران عکسیه با باور نمودن لباس های اطلس و ادرس و چکن که حالا در جهان معرفی می‌گردند و سیر و گشت برآمده میان اهالی کارهای فهماندهی گذرانیدند. واقعا چرابینی عمومی تاجیکانه میپوشیم ثمرآور بوده، جهتی برطرف نمودن و دور ساختن جوانان از بیگانه پرستی مساعدت خواهد کرد.